در جاده آسمایی در مرکز کابل، سوداگران سیک از چندین دهه است که سرگرم فروش دواهای یونانی بودند. کسب و کار پر رونق است و افغانها برای خریداری دواهای گوناگون می آیند. از درد دل کودکان گرفته تا به ریزش مو و حتی ناتوانی جنسی. اما آنها دوره تاریک را نیز سپری کردند، به خصوص دوره طالبان که مجبور می شدند پارچه های زرد رنگ را بپوشند تا سیک بودنشان معلوم شود. اگر همون دوره بعدی که همین گپا سر ما تکرار شده بود که شما خال بزنین او سر خانه تان بیرق آویزان کنین، در امسالتان اینطور چیزای اوتی نباشه، یا دستمال در گردن پرتن، دستمال های زرد در گردنتان پرتن معلوم شود، یا بگویه که ریشتان کلان باشه و بروتتان بخی در رویتان نباشه. ما از این ملک ترک وطن میکنیم، ما در این ملک شیشته نمیتونیم، نمیشینیم. زمان حدود 2,500,000 سیک و هندو در افغانستان بودند، اما در جریان جنگ داخلی و دوران طالبان تقریباً تمام آنها فرار کردند. امروز تنها چند هزار باقی مانده و امسال بیش از 500 نفر افغانستان را ترک کردند. تپه بالای سر سوداگران خیابانی نه تنها که چندین فرستنده تلویزیونی را جای داده، بلکه معبد اصلی سیک و هندو نیز در آن جای دارد. آنها برای پایان یک روزه‌داری طولانی سالانه آماده می شوند، اما در میان فضای سرور حس اضطراب وجود دارد. با افزایش حملات طالبان اینان در مورد آزار و اذیت روزافزون در برابرشان نگران هستند. نیردوش سنگ خانواده‌اش را از بهر امن بودن به هند فرستاده است. خود ما یعنی دختره که 2 ساله داشتیم در ولایت غزنی برای سودا کشیدیمش، یک نفر آمد ما اون تلون بکیون دختره کریون چوتی میکنه، چوتی شقیشی کرد. یک تارمونی ما به $1,000,000 هم پیدا نمیشه، چرا که ما موی خود بسیار مقدس میدانیم. معطل امضی انتخابات بودیم که طفلای خودم میانم دین روز یک نفر برای ما یک حرف زد که ما میگم بخیب اینم اینجا $1,000,000 پیدا کنیم دیگه در افغانستان نباشیم. چی گفتید؟ یک ماه پیش در دکان من نفر آمد از ما سودا کرد جدی میگه ما اینمی ساعت بروتای تکال میکنم. در حالی که نیردوش سنگ گپ میزند، یک پسر هندو پیش او می آید و پیراهن خود را بالا میکشد. این زخم‌ها از یک بمبگذاری انتحاری به جا مانده است. حملات طالبان در حال افزایش یافته که شمار نیروهای ناتو کاهش می‌یابد، اما فراتر از ترس عمومی از خشونت، ترس از آزار و اذیت بزرگترین نگرانی این گروه است. طبعا طبیعی است که برای یک هموطن صورت میگیرد، زندگی را بسیار دشوار میسازد. مراسم مذهبی ما یک شمشانی که برای جسدهای خود که مراسم آخرشان با آتش سپاری میبریم، هم اونجا اذیت میشن. البته در کابل، در قندار، در هلمند، در قندوز این جایات بسیار مشکلات است. حکومت افغانستان میگوید که این مسائل را جدی میگیرد، اما راه حل شگفت انگیز را پیشنهاد کرده این که اگر سیک‌ها و هندوان از زندگی در میان مسلمانان احساس ناامنی میکنند، میتوانند آن را به جای دیگر انتقال داد. بشار والی فشار آوردیم که برای به شهرک داده شود که از پشتر دشت بودخاک برای جای معین شده که یک شهرک برای برادر اهل هنود سک اونجا تعیین شده که به مرور زمان ان شاء الله واب اونجا جای به جای میشن و اونجا امنیتش گرفته میشه که واد اونجا جای مشخص داشته باشن، جایی که عبادات خود میکنن یا مثلا جای دوستانشون اونجا تعیین شده برش. در مرکز سیک و هندو در کابل کودکان دین و فرهنگ خود را فرا میگیرند، اما اینها به مکتب‌های مشترک با مسلمانان نیز می‌روند. این سه دین صدها در کنار یکدیگر زیستند، اما اکنون مشخص نیست که افغانستان برای این کودکان چه آینده‌ای را به ارمغان می‌آورد.